و مسئله جنگ دین با علم دنیا چه قصه دارد؟ اصلا از حین طفولت اگر چنین تعبیر صحیح باشد، آنها به همدیگر خویش و تبار و دوستی نزدیک بودند. یک عالم شیعه سید موسی صدر در یک کتاب اهل سنت مقدمه نوشته است. واقعا مقدمه اش را پر خواندم. به اسلوب حکایت مسئله دین و علم های دنیوی را به اسلوب حکایت کشیده نقل کرده است. میگوید اصلا از روزی که انسانیت به دنیا آمد، همراهی انسان هم دین بود و هم علم دنیا بود. دین با همراهی علم دنیا خویش و تبار بودند، نزدیک بودند، دوستی به همدیگر وفادار بودند، یک جای زندگی میکردند. مرادش شاید حضرت آدم علیه السلام باشد. ببینید وقتی که الله تعالی حضرت آدم علیه السلام را آفرید، حضرت آدم اولین انسان در روی زمین، همزمان پیغمبر الله که با وحی و با فرموده های الله تعالی در روی زمین فعالیت میکنه. و پیش از آن که به زمین فرایند، الله تعالی به حضرت آدم علم دنیوی را تعلیم داد. در قرآن کریم در سوره بقره الله تعالی گفت که وعلم آدم الاسماء كلها. الله تعالی به حضرت آدم نام تمام موجودات و مخلوقات را تعلیم داد. این اسب، این اسبچه، این کوه، این کوهچه، حتی میگم با صیغه های تصغیرش لفظها و معناها را تعلیم داد. طبق، طبقچه، سنگ، کوه، تمام مخلوقات را. و علم آدم الاسماء كلها، تمام نام ها را به حضرت آدم الله تعالی تعلیم داد، نام مخلوقات را. و این علم دنیوی بود، این نه عقیده بود، نه فقه بود که آیده نکاح و طلاق باشد و طهارت و روزه و نماز و حج باشد. نه، معرفت اشیاء بود، دانستن نام چیزها بود. این علم دنیوی بود. خلاصه حضرت آدم علیه السلام هم در آسمان علم دنیا داده شدن، هم در زمین. علاوه بر این پیغمبر بودن و علم دین هم داشتن و به فرزندان و نبیرگان خود هر دو علم را تعلیم میدادند. یعنی این اشاره به آن که اینها در ابتدا به هم دیگر دوست بودند. و در عصرهای میانه، علل خصوص در اروپا، نسبتی علم دنیا از جانب دیندارها ظلم و دشمنی صورت گرفت. علل خصوص با راهبری پاپ واتیکان که تمام اروپا در اداره آنها بود، آنها دشمنی را شروع کردند و این خیلی طولانی دوام کرد. تقریبا 500 سال علمدارها را به قتل می‌رسانیدند. پیش راهی کشفیات و پیشروی علم دنیا را می‌گرفتند و این را می‌گفتند یک سحر است یا از جن است. گفته کشفیات دانشمندان فیزیک و خیمیک و دیگر علوم دنیا را دشمن اسلام، دشمن دین اعتراف میکردن. البته این در زمان دین اسلام هم بود، ولی اساسا در اروپا دین نصرانیت حاکم بود. بنابراین اون دانشمند حکایه کرده میگوید که وقتی که اینا به وای رسیدند، دین به علم ظلم کرد. بعد میگوید که و عباره درست این که اهل دین، ولی اهل دین نه دین. اصلا دین نصرانیت هم دین آسمانی هست، اونم دینی پاک است، اصلا از جانب الله تعالی به واسطه جبریل به حضرت عیسی آمده است. اون دینم اصلا دینی
آسمانی هست، ولی تحریف شد، تغییرات وارد شد از جانب راهبران نصرانی ها، روحبان های و راهب های و پیشواهای دینی آنها. تغییرات وارد شد و آن ماهیت خود را گم کرد و الا هیچگاه دین آسمانی به علم دنیوی ضدیت و دشمنی ندارد و این خیلی که گفتیم 5 عصر زیادتر دوام کرد. در این مدت زیاده از 6 میلیون دانشمندان و روشنفکرها کشته شدند، زندان می شدند، به بلاها گرفتار کرده می شدند، شکنجه ها، حتی محکمه های مخصوص برایشان ترتیب داده بودند. مردم را، یعنی کسانی که به علم دنیا روی می آورد، آنها را به انواع شکنجه ها گرفتار می کردند، بالاخره می کشتند. و در عصر 19 این ظلم ها باعث گشت که مردم ضد دیندارها قیام کردند. بعد نوبت قصاص آمد. اینها هم عیناً معامله عکس العمل نشان دادن، عیناً همون ظلمی که اونها کردند همین روا دیدند و مطلقا دین از خواستن از صحنه بردارند و دین را سدی راهی پیشروی اعتقاد کردند. بنابراین پر را از دین روی گرداندند و انکار دین کردند و این چیز در به طرف شوروی هم سرایت کرده بود که آنها هم مادی متریالیسم بودند، کمونیست بودند و انکار دین و انکار الوهیت میکردند